فراخوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به ادامه خیزش و قیام عمومی. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی با گرمترین درودها و سلامها به رزماوران اشرف نشان و برپادارندگان قیام برای آزادی در 25 بهمن همگان را به خیزش و برپایی بزرگ داشته شهیدان فراخواند و گفت: اکنون خامنه‌ای و همدستان او از طوفان خشم ملت ایران به خود میپیچند. جیغ‌ها و تهدیدهای آنها فقط درماندگی رژیمی را منعکس می‌کند که زیر آوار این ضربه سهمگین نه راه پیش دارد نه راه پس. به خصوص که تمام بسیج سرکوبگرانه یک ساله برای به بند کشیدن ظرفیت انفجاری جامعه و تمام سرمایه‌گذاری‌ها و دعاوی خامنه‌ای درباره مدیریت فتنه نقش برآب شده است. سلام بر شهیدان سرفرازی همچون علی صارمی، جعفر کاظمی، حسین خضری، محمد علی حاج آقایی و زهرا بهرامی که خونهای پاکشان در رزم جوانان بیباک به جوشش در آمده است. هزاران هزار جوانی که همچون دو شهید قیام 25 بهمن سانع ژاله و محمد مختاری در خیابانها با دشخیمان پاسدار و بسیجی جنگیدند، از همین خونها برخاستند. و خوشا مجاهدان آزادی در اشرف که با پایداری حماسی در برابر شنیع‌ترین حمله ها و جنگ روانی رژیم آتش مقاومت و قیام ملت ایران را فروزان نگه داشتند تا دوباره در خیابانهای تهران و اصفهان و مشهد و شیراز و کرمان و بوشهر و دیگر شهرهای میهن شکوفا و شعله‌ور شد. چنین است که در طوفان قیام‌های ضد دیکتاتوری و در زیر گام‌های استوار به پا خاستگان و قهرمانان صدای در هم شکستن رژیم ولایت فقیه به گوش جهان میرسد. و حالا همگان میبینند نسل دلیری که برای به زیر کشیدن این رژیم به پا خاسته است نه مرعوب میشود و نه آرام میگیرد. خانم رجوی در فراخوان خود برای استمرار خیزش و خروش قیامی که از بهمن آغاز شده خاطر نشان کرد: همچنان که مسعود در پیام خروش بهمن و فراخوان به اعتراض و قیام علیه دیکتاتوری خطاب به فرزندان رشید و اشرف نشان گفت: مرعوب تنور کشیدن دیو ولایت نشوید. آتش قیام دیگر بار میتواند و باید از زیر خاکستر خیانت شعله بکشد. بهای آن را هر چه که باشد باید بپردازیم. قیام ملت ایران برای آزادی که دیگر بار در خروش بهمن شکفت اوج میگیرد و قیام مردم تا سرنگونی دیکتاتوری و تا پیروزی آزادی ادامه می‌یابد.